اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز چهارشنبه. خلیفه سراج الدین حقانی در ولایت تخار در یک جلسه بیان نمود. افغانها در مقابل انگلیس‌ها جهاد کردند و روس‌ها را شکست دادند، اما بعد از این دو جهاد و فداکاری حکومتی که مردم افغانستان می‌خواستند حاکم نگردید. این بار در مقابل امریکایی‌ها جهاد پیروز گردید. نظام اسلامی حاکم گردید. الحمدلله شریعت اسلامی نافذ میباشد، زیرا رهبر ما عالم و شیخ الحدیث است. میان وزارت مخابرات، تکنولوژی و معلوماتی و وزارت معارف تفاهم نامه توزیع شهادت نامه ها از طریق خدمات پستی امضا شد. وزارت امور خارجه می گوید بر اساس توافق نامه میان حکومت ایران و افغانستان 180 زندانی افغان از زندانهای ایران آزاد و در بندر اسلام قلعه هرات به حکومت افغانستان سپرده شدند. به گفته این وزارت تا اکنون 1131 افغان از زندانهای ایران آزاد و به کشور انتقال داده شده اند. اداره ملی غذا و ادویه می گوید برای بار نخست از سوی اداره ملی غذا و ادویه و به همکاری اتحادیه محصولات صحی و دوایی تولیدات داخلی به نمایش گذاشته شد. ولسوالی های اندراب ولایت بغلان که در گذشته حد بلند کشت کوکنار و چرس را داشتند، با حاکمیت امارت اسلامی کشت گندم و سبزیجات جایگزین آن شده است. 7 تانکر تیل بی‌کیفیت در بندر میل 78 ولایت فراه توسط اداره ملی استاندارد به ایران مسترد شد. این اداره از همه تاجران می‌خواهد که کالاهای با کیفیت به کشور وارد کنند. ریاست احصایه و معلومات ولایت پنجشیر در سال 1401 هجری شمسی از توزیع نزدیک به 5000 تذکره الکترونیکی و بیش از 5000 تذکره کاغذی به ارزش 3,500,000 افغانی عواید جمع‌آوری و به خزانه دولت تسلیم نموده است.